کلید جنتی هر یکی ما است. سلام ای دل، سلام ای یار جانی، سلام در منزل و عشق و جوانی. سلام ایماز پیک عاشقان است، نشاط است و درود است و ترانه. سلام و درود سرشار از مهر و محبت پاک نثارتان با اهل نشست، پدران، برادران قدر. کدوم هر یک شما در این کنسرت امروزه که تحت عنوان شام مهاجر نامیده است، خوش آمده نوری دیده و تاج بر سر می‌خوانم. عزیزان دل، گرچه که به همگان معلوم است امروز این جوان هنرمند با استعداد شیرین‌شاه اصلی‌دین تصمیم گرفتند که کنسرت خودش را تحت عنوان شام مهاجر در حضور همکارانش برپا نماید. ناگفته نماند که شیرین‌شاه اصلی‌دین با جوانی خود نگاه نکرده همیشه در زاده صنعت، در جستجو است، در تفکر است. می‌خواهد که در زندگی زیاد کوشش کند و قدم‌های خودش را در زاده صنعت استوار گذارد. عزیزان دل، به همه شما معلوم است که شیرین‌شاه اصلی‌دین پرورده باغ مکتبی هنرمند مردمی جنوبی تاجیکستان افضلشاه شادیف میباشد. بهار و شادمانی با تو زیبد، نشاط و کامرانی با تو زیبد. جوانی کن که امروز خوشی‌های جوانی با تو زیبد. عزیزان، برای این جوان هنرمند ساعتها حرف زدیم، کفایگی نمی‌کند. اینک زیر قصدک‌های پرورد شما برای صحنه هنرمند جوان با استعداد شیرین‌شاه را دعوت می‌کنیم. پذیرا باشید. شما مهمان عزیز، استادای عزیز، من یکی از آیلای صنعتکار هستم. شما دیدون موضوع ما خطاب می شود و شما موضوع بسید. شما دیدون اکثر مردم در پروگرام مولوی کمتر بکنم وقت قبلی سو مایی نفت اگر بیسون مایی شخصت فرسی نگید من شاید نشد رشتی رزمون شما خیلی فرسی
پیرهن از دامنی صحرا
مادری من همچون نور است، همچون نور آفتاب بی غرور، از چلویش تنها روشن شود چون نمی دمهای سرود. از طلوعش تنها روشن شود چون نمی دمهای سرود. مادری من ماهتاب است، از چشمایش شامی ما روشن شود. زیر نورش ره سپارم سوی دوری های دور. زیر نورش ره سپارم سوی دوری های دور. مادری من باغبان است، باغبانی نم نهالی آدمی. از ازل با پنجه های مهربخش می نماید نم نهالان را درد. از ازل با پنجه های مادری من همچون نور است، 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 همچون نوری آفتاب بی غبار. مادری امید با امیدی به بهای شهدو. در گلستانی حیاتم انتظار
مادری من همچون نوری آفتابی بی‌غبار از طلوعش قلب‌ها روشن شود چون در میدان‌های صبح مادری من همچون نوری آفتاب زنده باشتم. راستگاه میگفتن که غریبی دشوار من میگفتم و خودم احساس میکردم لیکن تا آدمی که دستم نامد نمیدونستم غریبی چیست، قدر مادر چیست، قدر پدر چیست نمیدونستم. همین سرود 3 روز پیش من دسترس نبودم، این حال تیار نبود. من حتی سخن از یادم نمیدونم لیکن کم کم حرکت کردم که برای مادر شود اینم انشاءالله حرکت میکنم که پیشه شود برای مادری بهشتی هم شعر لای شعر بسو این شبی ترش روی بارانی کلبه مادرم به یاد آمد بامی او می چکد زی باران ها در دلم عالم بداد آمد مادرم مادری بهشتیم مادرم مادری بهشتیم آسمان باعث چه گریان است اشکی تو بس نبود که در دنیا باز باران است اشکی تو بس نبود که در دنیا باز باران شاید تو مرا شبی ترش روی بارانی کلبه مادرم به یاد آمد بامی او می چکد
چکد زیباران در دلم عالم بداد آمد با میون چکد زیباران در دلم عالم بداد آمد مادرم مادری بهشتی آسمان آیسی چگیریان است مادرم مادری بهشتی آسمان آیسی چگیریان است اشکی تو بس نبود که در دنیا اشکی تو بس نبود که در دنیا باز باران در چنین کلبه‌ای فقیرانه با دلی راست مادرم دارد کودکانش به هر کجا رفته مانده در کنج خانه تنها کودکانش به هر کجا رفته مانده در کنج خانه تنها کودکانش به هر کجا رفته مانده در کنج خانه تنها مادرم مادری بهشتی دستی تو از آن پشیمان تیر باران نکش اگر ماره دستا که زیبت رو باران آسمان دایسی چگریان است مادرم مادری بهشتی آسمان دایسی چگریان است اشک تو بس نبود که در دنیا باز باران اشکی تو بس نبود که در دنیا باز باران باز در حقیقت مادر بهشتی هم لیکن پدرها هم میخوانه پدرها بهشتی
Shila yang tukung kini. Like kamu ni tunggu. Красавчик. Coba. یکی بر دیدنی روی پدر زار یکی بر دیدنی روی پدر زار یکی دایم پدر را میکند خوار من از این کار قسمت در عجیبم ای خدایا این چه سیر است و چه اسراره پدرها رو خداوندا نگه دار پدرها رو خداوندا نگه دار مکن محتاج فرزندی خطاکار برای من پدر شخصی عزیز است نمیخواهم پدر باشد دلم دار برای ما پدر باشد غنیمت برای ما پدر باشد غنیمت حقیقت این حقیقت شو اومده تو؟ با وقتی زندگی قدرش بیدانه با وقتی زندگی قدرش بیدانه پس از مرگش چی سود از درد و حسرت یکی برمیدنی روی پدر زار یکی دایم پدر را میکند خوار
در جوانی طاعتی چندان نکردم وای وای طاعتی شایسته رحمان نکردم وای وای امر و نهی حق تعالی را نیاوردم به جای امر و نهی حق تعالی را نیاوردم به جای خواندم و دانستم و فرمان نکردم وای وای خواندم و دانستم و فرمان نکردم وای وای رهزنی ایمان مرا از راه حق گمراه کرد گوش با فعلی بدی شیطان نکردم وای وای عمر را برباد دادم به مناسب های های خودبازی همچه آن طفلان نکردم وای وای خودبازی همچه آن طفلان نکردم وای وای از برای تو شی فردا نکشتم دانه یک از باقی عمل خندا نکردم وای وای نه توافی کعبه و نه خدمت صاحب توافی کعبه و نه خدمتی صاحب دیدم چند روز خدمتی مردان نکردم وای وای چند روز خدمتی مردان نکردم وای وای در جوانی طاعتی شایسته رحمان نکردم وای سلامت باشید و خوش آمدید تو کیف کرده استراحت کنید تو من از یک 5 منت هوای توضیح گیرم با ایشالا شما چند اجازتتونه ای مردم اون کسی که اون بچه که من اینه چون میکنم تشکر زیاد آقای عزیز خدا کند که آوازتان خسته نباشد من اینجا صنعتکارا حضور دارم خوش آمدیدتان من تشکر آقای عزیزم نه شوق جنت دارم نه بیم از دوزخ دارم امید از رحمت دارم فقط دیدار میخواهم استاد عبدالله ملکی میفرماید که به ریت خورشید جهانسوز مباد هم به تو چراغی عالم افروز مباد با وصل تو کس شما بدآموز مباد روزی که هم شمای نبینیم امروز مباد بار دیگر عزیزان دین خوش آمدید من از نام خودم و از نام اکای عزیزم شما را برای محفل خوش آمدید نوی دیده و طور برسر میخوانم خدا کند که در نزد فرزندانتان اهل آیتان سیرپور و سیرچیز برگردید ای دوست جوری تو از آن کشم که روی تو نکوست مردم گویم به هیچ خواهی یا دوست
ای بی‌صبران ای بی‌صبران به هیچ با دوست نکرد Agora que vem, é um que se خونه. مطرب ترانه زن از باب همصدایی مرغ دل مرا کشت این ناله جدایی بازیچه سیاسی در دست ناسپاسی افتاده خلق عالم بر کوچه گدایی بر کوچه گدایی بیا تا قدری همدیگر بدانیم زیناگر تا به یکدیگر بمانیم غلامان جان فدای دوست کردن سگی بگذار که ما هم مردمانیم ای وطن هر ذره خاکت تاج سر باشد مرا سبزه های کوهسارت هم نظر باشد مرا من بخواهم مزرعت آباد باشد دایما در برت آبادی و هم خرمی باشد مرا عزیزان دین، هموطنان دین، محفل امروزی ما ادامه دارد و همه شما استراحت خوب و با فراغت را تمنا داریم. برقص شادی کنید، خرسندی کنید. برادر همکس شروعشو مهرانشو آرزو حضور دارم زیر کفلوبای شما ایشان را برای سنه دولت میکنید پذیرا باشید. سلام من خدمات بخشنده مهربان سلام عرض میکنم از نام خدا و از نام اکو جانم و از نام اهل پنجرود هر یک و یک شما رو به این کنسرتی اکو شیرشان خوش آمدید میگم. خدا همه روز زیتشون همیشه خرسندی بذارد. خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید. هر باد که از سوی بخارا به من آید هر باد که از سوی بخارا
با من آید آبوی گلو مشکو نسیمی سومن آید بر هر زن و هر مرد کجا بر مزدم با گویی مگر آن بار از خودم مادر سلامی من بر احترام تو سلطون های دیر فنا برای تو آنان یک مرم پیگاری نک تو آسایشی زن شکری خدا تو آسایشی
عزیزان دین محفل امروزی ما ادامه دارد. این در زیر رقص کاپوگای پرماد شما شیرینی ها دعوت میکنید. پذیرا باشید، شادی کنید، خرسندی کنید. مرحمت اکبر عزیز نبودید بعد شادی در اختیار شما. بخوان حافظ شب ما را سحر کن. غمی اندوه دلها را بسر کن. علا رقاصین شبها غنیمت، علا رقاصین شبها غنیمت، برقص و بنده را خون جهر کن. مرحمت. شما دعا کردن همیشه میشه. کم در دل خدا رو با در دل شما هم بگیم انشاءالله. امروز کسی محرم اسرار کسی نیست. ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست. همین استاد جربه گرد خوندگی همین سخنان شمس تبریزی یکی من همه کرد باشدم آهنگ خودم کرده رو بردم و شما صدا با باهاتین چیزی نبست. اسرار کسی نیست. امروز کسی محرمی اسرار کسی نیست. ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست. هر مردی شطور ویسی قرنیست. هر شیشه گل رنگ عطیفی منیست. ما تجربه کردیم کسی یار کسی
در بین ما خیلی نامرد نیست، همه ما دست دیگه رو بگیریم انشاءالله. این برای همه آدمایی که دست دوستی خودشون رو گرفتگی نه همه تعلق داره، بین خودمون نیست دیگه. زنده باش. پول نداری هیچ کس یاری تو نیست، هیچ کس مشتاق دیداری تو نیست. گر خیرتمند باشی بود لب وا کنی، گر خیرتمند باشی بود لب وا کنی، بر کسی پروای گفتاری تو نیست. پول نداری هیچ کس یاری تو نیست. دیگه چون که بینم با اوچت میبینم کم بغل را میکشد کم بغل را میکشد تیر سخن، گرچه بحری هیچ کس کاری تو نیست. شکوه از بیگانه جویی در وفا، شکوه از بیگانه جویی بی وفا، یار هم به پول وفاداری تو نیست. یار هم به پول وفاداری تو نیست.
بعد مردن قبر ما با گل شستن بهر چیست با علم خود را دل افراد با نمودن بهر چیست بعد رفتن راهی آرام گاهی ما جستن چه سود در زمانی زنده بودن رهن جستن بهر چیست در زمانی زنده بودن رهن جستن بهر چیست روزگار خود را اینقدر کوتاه بود با عدالت با رسالت طی نمودن بهر چیست بعد مردن قبر ما با گریه شستن بهر چیست ببخشید تونده من کمتر شما را غمگین کردم میگذاریم به قسم بی
دختر امشب مهمان من است آتشی دلبر در جان من است دلبر جانم همین از شیرین زبانم آرام جانم همین از دلبر جانم
سر میاد. چی وقت رفت می؟ چی میخواد؟ چی گفتا زکی این خواند و باینی؟ کی خواند میگه؟ همینجا یک بای خانه دخترک میخوانده خیلی مبارک کسان ختم کرده کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام تلفوجه سفتارov ما اختصاص ما یک شده که تفسیر سال خدمتتون برام گرفتگی خدمت کنید